دکتر زاکر، رمضان در حقیقت ماهی عجیب است. خودم شاهد آن بودم که چطور برادران و خواهران یکجا جمع می شوند. در این ماه این علاقه برادرانه مخصوصاً حس کرده می شود. آیا درباره برادری و رمضان در علاهیدگی چیزی گفته شده است؟ پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم فرمودند که مسلمانان مثل یک جسد واحد هستند. همه مسلمانان مثل یک ارگانیسم یگانه هستند. اگر تحلیل کنیم و به گرد و اطراف نگریم، میبینیم که همه مسلمان ها گوناگونند. ما با یکدیگر مانند نیستیم. بگوییم از جهت زبان، رنگ پوست، نژاد و یا از نگاه کشور اصلیمان ما گوناگون و از همدیگر فرق داریم. با وجود این ما رو یک شهادت متحد می سازد: لا اله الا الله محمد رسول الله. آن که لایق عبادت جز الله نیست و پیامبر محمد بنده و فرستاده اوست. و تنها به شرافت همین کلمه مسلمانان تمام جهان متحدند. الله در قرآن در سوره حجرات سوره 49 آیت 13 می فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، ما شما را از آمیزش مرد و زن آفریدیم و به جماعت‌ها و قبیله‌های مختلف تقسیم کردیم تا یکدیگر را بازشناسید. بی تردید بزرگوارترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست. معیار بهادهی نزد الله نه طبقه است، نه رنگ پوست، نه نژاد، نه جنس، نه ثروت، بلکه پرهیزگاری، نیکوکاری و خداجویی است. در این ماه رمضان چنانه که الله در سوره دوم در آیت 183 می‌فرماید: لعلکم تتقون، یعنی باشد که پرهیزگار شوید تا اینکه درجه تقوا از الله زیاد شود و به اندازه بلند شدن تقوا مسلمانان جهان متحد می‌شوند. زیرا ما همه برادرانیم. ما را نه طبقه، نه رنگ و نه اعتقاد جدا می‌کند. ما یک جسد واحدیم. و در ماه رمضان تقوای ما زیاد می شود و متناسباً برادری نیز قوی‌تر می گردد. بهترین نمونه برادری را ما در زمان پیامبر می بینیم. صحابگان از منطقه‌های گوناگون آمده بودند، رنگ‌های گوناگون داشتند، نمایندگان نژادهای گوناگون بودند. مثلا ابوبکر رضی الله عنه را گیریم. او قریشی بود. بلال رضی الله عنه را گیریم که از حبشستان بود. شعیب رضی الله عنه را گیریم که یک رومی بود. سلمان فارس را بگیرید که الله از او راضی باشد، از فارس بود. آدمان از مناطق گوناگون، نژادهای گوناگون و رنگ‌های گوناگون داشتند. اگر تاریخ اسلام را بیشتر تحلیل کنیم در ادامه همه چیز را خواهیم دید. امام بخاری را گیرید، دانشمند بزرگ که از بخارا بود و عرب نبود. محمد فاتح را بگیرید، از ترکیه بود، ترک بود. صلاح الدین ایوبی را بگیرید، او کرد بود. یا برای مثال علامه اقبال، او از هندوستان بود. همین طریق امت ما از مسلمانان تمام جهان عبارت است و این برادری بیشتر در ماه رمضان ظاهر می شود، زیرا درجه تقوا در این ماه افزایش می یابد. پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم گفتند، چنانه که در صحیح بخاری جلد 1 حدیث 468 آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: دو مسلمان اطاعتکار مثل دیوار از سنگ‌های زیچ جمع شده هستند، من مانند این دو دسته که به هم چسبیدند. همینطور پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که در صحیح مسلم جلد 4 حدیث 6219 آمده است که گفتند: مسلمان هیچگاه به برادر مسلمانش ظلم نمی کند، او را ناکام نمی کند، به او دروغ نمی گوید، همیشه راست می گوید و مسلمان نمی تواند که بر ضد مسلمان دیگر بخیزد. این برادری است که پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و سلم ما را آموزانیدند و بهترین این را ما در ماه رمضان می بینیم.